دیدید گفتم بهترینه. فلر الان ترکیدم بذار فلر. سلام دوستان، چطورید؟ من سیتی پلیرزون هستم. خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. امروز اومدیم با بازی پروژکت وینگمن. خب بریم سراغ ویدیو. خب اینجا اول دوتا به ما جنگنده داده، حالت غیر داستانیشو بکنم. حالا بعدش اینجا ما حالا با F14 میریم. اگه تعداد ویدیوهای این ویدیو رسید به 5 لایک و 2 تا سابسکرایب میریم سراغ F16. حالا چرا رفتم F16؟ خب بریم F14 بریم. اول قرار 3 تا موشک فونیکس 1 و 2 و 3 رو برداریم. این 2 تا فونیکس 3 و 2 میتونن باید چیز بدن، 1 رو نداریم بازی. بذار بریم موشک زمین به هوا اینه بریم. خب لانچ بزنیم بریم. بچه ها ویدیوی قبلی رو هم نگاه کنید تا زندگی در بمباران اتمی خیلی خوب بود، فقط ایزا صداش بد بود، اونم نمیدونم چی شده بود، صداش بد شده بود. خب حالا بریم ببینیم. خب الان این از روح F14 مون هیچ این یه ذره حرف میزنه میریم. بچه گفتن دیگه اگه تعداد این ویدیو به 5 لایک برسه یا 2 تا سابسکرایب اضافه شه میریم سراغ بازی، سراغ چیز F16 میریم. حالا F14 تامکت میریم. حالا داخلش هم بریم ببینیم. خب اینم از داخلش میبینید چقدر زیباست. اینم پشت کردم بکنم خلبان نه جلویم. خب بذار اینا برن ما هم بریم دیگه. رفت. خب تو هم برو. 3 تا جنگنده ایم قراره با فکرم 100 خورده ای تا جنگنده قراره مبارزه کنیم. همش هم یا F4 که بعضی وقتا میشه موج اولش F4 موج دیگه. خب لانچ کن بدو، همون لانچ کن. خب برج مخابرات، بله برج نمیدونم چی اسمش یادم رفت. من قراره لانچ کنم. بذارم رو موشک فونیکس 3. آره فونیکس 3 بریم. بس خواهی میشه نورم زد چشمون در آورد رفت بریم. آره خب لانچ کنیم ببینیم چی میشه. الان دیگه باید بلند شه. خب این از F14 مون. خب داداش ویراج نده، قرار بترکی. بریم یه ذره ارتفاع بدیم. داداش الان چرا به من موشک بخوره؟ نخورد، اشتباهی فکر کردم. خب سرعتمون 231 تاست. رادار چیزی نیست. خب بریم. دارم شیفت رو نمیگیرم تا سرعت زیاد شه، اون یکی دارم میگیرم. خب ته سرعتش فکر کنم 1.5 ماخ باشه، 1 ماخ اینا. خب بکنم یه دونه جنگنده ما رو چیز کردن اونجا قراره بریم. خب این K9D بکنم یه دونه جنگنده است. بذار اینم کوشش نه K9. آره همونه. 2 تا اینور 3 تا کلا 4 تا جنگنده داریم میره. خب بریم زودتر بریم برسیم وقت ویدیو هم چیز نشه. خب رادار. خب بچه این رادار این یکی هم
فکر کنم جهت موشک ها که شلیک میشه فکر کنم. خب بیا پایین. خب فکر کنم آره از اینجا به بعد اینا شروع شد جنگ. خب دوتا شلیک شد بهش، هیچ کدومش نخورد، یه دونه خورد. دوتا دیگه هم میزنیم فکر کنم بخوره، نه زیاد ویراژ میده نمیخوره. خب اینو من نزنم، بذار توی موقعیت خوب میزنمش. الان بزنم موشکا رو سوخت دادم. میبینید اوتو چیزشو فعال کردم. الان بهترینه. نه دیدین گفتم بهترینه. این یکیش F4 رفت. خب بریم F4 بعدی، یه دونه ویراژ بدیم که بیافتیم پشت سرش. خب سلام. اینم فکر کنم دانه موشک دنبالمونه. فلر رو بزنیم. اوه بعد دنباله یه ویراژ اینو باید بدیم فکر کنم، اینو باید ویراژ بدیم. خب پشتمی ها، پشتمی نه یک کاری میکنم که دیگه فلر رو یا اول پس نرو زمینه رو. بعد این که خواستم در بیاد خیلی بد در اومد. خب اینا پشتش در بیام بهترینه. یه ذره این F4. خب نمیخور. خب اینا برو دم پشتش، برو پشتش. دوتاشم رفت. اینم از این فکر کنم بخوره. خورد، یکیش خورد. دوتا دیگه هم میزنم فکر نکنم. اینم یکیش. یه موشک دنبالمه. فلر رو زدم. یه دونه موشک، دوتا فکر کنم چیز بشه دانه. یکیش خورد. الان بزنم سوخت. الان میزنم سوخت دادم دوتاشم. میس رفت دوتاش. این چیزه موشک فونیکس 2. اینا اشتباهی آوردم. وای فونیکس 3 رو نیاوردم یعنی سوخت ها. بیا بالا. الان رفتیم تو چیز فکرم این فونیکس باشه. فونیکس 3. پشتش فقط میخوام در بیام. اینو یه ذره انگار هوش مصنوعیش قوی. بزن دیگه. نخورد. رادار میگه نخورده. فونیکس 1 رو باید بیارم. 3 بهترش ولی 3 هم طول میکشه دو چیزش شه. فونیکس 3 سر از جلو میومد. موشک میفرستی. خب اینم از چیز. این جنگنده هایی که با من اومدن هیچ کاری نمیخوام بکنم انشالله.
یه ذره اگه از جلو می اومد موشک میخورد. موشک حرارتی فکان زدم. فونیکس 2 رو بیار. فونیکس 2 از همش بهتر. یه ذره این بدقلقه. خب الان فونیکس 2 رو پیدا کنم. خب یه دونه فلر بزن. نگاه به من موشک میزنه. دوتا موشک خورده بهش. نخورد. موشک راداری هم نخورد. چون نمیخوره بهش هیچ کنم. اگه بتونم پشتش در بیام عالی میشه. همین الان یه مانور دادم. موشک داشت میخورد. فونیکس 3 رو در بیار. خب دیگه بخورده. نخورد. داشت تو از 90 کیلومتری میتونی بزنی. این فقط 20 متر دوره ازت. 22 متر. این F14 هم دیگه F14 عالی. این F14 هم دیگه F14 نیستن. بخوردا. موشک میزنی؟ خب این اتو فلرش رو روشن کرده. فلر تموم میشه دیگه. خورد. حال کردین چطور فرستادم. خب این از یه موشک. از یه جنگل. تا الان 750 تا امتیاز جمع کردم. خب اینم از بتونم اینو از 90 34 متری بزنم. بکنم نتونه بزنم. بزن. بکنم بخورم. یا بس وای دوتا خوردم. یه ذره الان موج دومش سخت شد. این بعده یه ذره لگم شد. یه ذره چیه کلا لگ شد. اینو الان بزنم عالی. یه فلر بزن. خورد. یکیش ترکید. یه میک زده. تا خواستم مانوف بدم. خب اون یکی میک 29 پیدا کنم. یه ذره. خب افتاد پشتم. بیا بالا. عمرم بتونی برسی. الان بهترین موقع.
موشک میدی؟ حالا فلرها تموم شد. فلرام تموم شد. الان موشک ها رو بزن. این یه تله بود که مخصوص این جنگنده های آمریکایی. خب فلر بزن. نزده بودم ترکیده بودم. خب اینم از این از این میگ. فونیکس بهترین موشکی که تا حالا 16 تاشم مونده ازم. یالا 1 2 3 فلر. پشتم بذار در اومده. اگه پشتم در اومده یکشم رفت. پشتم در میای ها. ای یکیش خورد. نخورد البته دوستام زدن. خب این از یکی میگ 29 ها. تو این که اون موجاش F16 هم میاد. این از این. دوتا از این موشک. وای ندارم. نه رفت. بخورد نظر. یک شب خورد. یه میگ 29 دیگه رفت به دار فانی. حالا یه سخو 27 میری پایین دیگه. فکر کردید دست من نمیرسه. کور خوندی. یه چیزم بزنیم. بزن الان میترک. بابا لعنت به شما. یه مانوف بده. یکی خوردیم یا بلفست. یه دونه دیگه هم بخوریم رفتیم. من اینو باید زنده نگه دارم تا F16 ها. خلبانی شغل سختیه. این سفره هم سفره عالی. دوتا بزن سفره. نه دان نیست. پشت من میاین دیگه. یکی نمازین. یه سخور رفت. حالا یه دونه از F14 دی. اینم دان شد. من نزدم دوستان زدم تا حالا. دوباره یه سخور. نه اینو نمیشناسم چه جنگنده. فکرم انگلیسی باشه. یه دونه اچ بزن. دوتاش هم میسرفت. نگاه دودای موشکو. الان چه من موشک شلیک کردم. وای دادم وای بزن فلر بزن. فلر الان ترکیدم بزن فلر ترکیدم. عالی. خب دوستان عزیز، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه از کانال سیتی پلی زون بدرود.